سلام علیکم و رحمت الله و برکات دوستان عزیزان و بینندگان گرامی. امیدوارم که همه کسا خوب و صحت و سربلند باشید. من میخواستم که امروز یک موضوع مونم با نام سیر گل لاله. همه ما و شما خوب شاید حال بدیم که دیروز پریروز رحمانوف در تلویزیون های دولتی و شبکه های اینترنتی نشان داد خدشه گویا که در باغ‌های شهر دوشنبه چیکار سیر گل لاله کرد. و من چی گفتنیم برای هموطنان. اول پیش از آنه که ما صحبت شروع کنیم به همه هموطنان خواهش میکنم که تصمه های به خطری تونه در میان تا بنده که من تون صحبت میکنم شاید که بعضیتون رو سخت برسه. و همه ما و شما خوب شاید حال هستیم که در تمام سراسر عالم یعنی یک ویروسی، یک وبای اومده است که این با نام کرونا ویروس است. تمام دنیا را در چی تهلکه انداخته است و تمام کشورهای روی عالم دوتاز برای نجات دادن ملت، وطن و دیگر کارهای هستند که مردمشان نجات بدن. اما متاسفانه امروز ها میبینیم رحمانوف در شهر دوشنبه چیکار کرده است؟ در باغ‌های نمیدونم با نامی که چکلی نامشو گذاشته است، با اون باغا چیکار کرده است؟ سیر گل لاله با فرزند خودش کرده و گشته است و یک چند چاپلوس دیگر آورده است در نزد سلفی کرده است و شعرخوانی و ترانه‌خوانی دارند. و باز هم یک خطاب دیگر با اون خاله های اسقال میکنم که شما بس کنید، گدایی را تلبیدن را بس کنید، چون که تا امروز رحمانوف گدایی کرد، تلبید و این ملت با نام جمشید و روشن در تمام عالم معرفی کرد. بس است، شما دیگر نتلبید. برای مهاجران گفته شما میتلبید، چیکار میکنی؟ یک کس میتلبید و دیگران میبره چیکار میکنی؟ خیر میکنی. و یک بار شما تصور نمیکنید، فکر نمیکنید که این مهاجرا را کی مهاجر کرد و چی مصیبت بالای این مهاجرا کی آورد. و این هم باشد خود رحمانوف و رژیمش و این اولادش است. و شما یگانه نفرایی هسته که بازوهای همین رژیم هسته که شما چیکار میکنید؟ بازوهای همین رحمانوف هسته که شما قپیدگیش نمیمونه که این نفر از قدرت برود. وقتی که شما مردم کمک میکنید و این رحمانوف با همراه پسرش چیکار میکند؟ سیر گل لاله کرده میگرده و پروای ما و شما نداره. امروز هر یک شهروند تاجیکستان ما شناسنامه خارجی دارد. اگر که همون شناسنامه تون رو همون لقابه اخیرش، همون صحیفه اخیرش نگاه کنه، در همون جا نوشتگی است که شهروند تاجیکستان در خارج کشورم تحت حمایه دولت قرار دارد. پس امروز هر یک مهاجر، هر یک نفر چیکار میکند؟ میتواند که به دولت مراجعت کند و اون نفر دولت مسئول است که چیکار کند؟ اون مهاجرا اون نفرها را کمک کند به جای خواب، با خوراک و دیگر کارها چیکار کند؟ تامین کند. و شما بس است دیگه این میروید یاردم میکنید و حکومت شما چیکار میکنه؟ این رژیم شما یعنی که دستاشون باز میکنید. و به هموطنان چی گفتم؟ چی گفتنی هستم؟ زمان رسیده است که دیگه بحث، زمان رسیده است که باید شما از حق و حقوق انسانی، از حق و حقوق شهروندی خود دفاع کنید و طلب کنید از حکومت رحمانوف، از رژیم رحمانوف که دیگر اون خرجها و کارهای پوچ به معنیش بس کنه و دنبال مردم شود و مردم را از این بحران اقتصادی نجات بده. و نمیخوام که دیگر صحبت طولانی کنم. باقی در امان خدا باشید. سلام علیکم و رحمت الله و برکاته.